چه دلاراست پدر زمین ما، زیبایی خاصه و ناتکرار، و چه شکست زبانم که از جان وصف رویش نتوانم. اگر زبانت بیچاره است از گنجینه شاعران بگوی. ولی پابند کارهای بازرگانی، خاطر پر از انبوه رقم هاست، نه سخنهای زیباست. آن خواجه که نخست تو آدمی و پس بازرگانی. آدم باید نیرو زیبایی سخن را بداند. زیباست خیمه و خیرگهی سرخ و زرد، همه چشم بیننده را خیره کرد. چو بر خیمه ها تافتی آفتاب، شده روی کشور چو دریای آب. سخنان دلانگیزی کیست پدر؟ این شعر فردوسی است. او چنین خود را می نامد: باشنده باغ بهشت. او نامی حقیقی هم داره؟ همه نام دارند، ولی نه هر کس کتاب شاهان شاهنامه را می آفرد. او زنده؟ زنده اگرچه در گذشته باشد. او همیشه زنده است. اکنون او کجاست؟ نمیدانم با او چی رخ داده است. شاه محمود او را با پاکو به فیل دیوانه پادفره داده است. میگویند که فردوسی با کاروان بازرگانان آهنگ ترک وطن کرده است. پدر باز چیزی از او بخوان. چو کاوه برون شد ز درگاه شاه، بر او انجمن شد بازارگاه. همه برخروشید و فریاد خواند، جهان را سراسر سوی داد خواند. از آن چرم کاهنگران پشت پای، دوامش را یاد ندارم. بر افزودن میترسم تا حسن سخن نکاهد. چون این سخنها از دلم میگذشتند، چون این صدا دادند: از آن چرم کاهنگران پشت پای بپوشند، هنگامی زخم درای. همان کاوه آن بر سری نیزه کرد، همان گاه ز بازار برخاست گرد. چو آن پوست بر نیزه بردید کی، به نیکی یکی اختر افکند پی. کاوه آهنگر از روی داستان ابوالقاسم فردوسی شاهنامه. مؤلفان فیلمنامه پامیشکова و رشکova. کارگردان تهیه‌گر بوریس کیمیاگارов. نواربردار اردشنیکov. رسامان کومانیکوف، ساویتسکی، اخریمنکova. آهنگساز سلیمان یوداکوف. با صحنه‌گذارنده رقص‌ها غفار ولامتزاده. مشاور ساتیم اولوغزاده. نقش‌ها را اجرا کردند. فیلم سال 2008 در اداره تلفیلم شبکه یکم تلویزیون تاجیکستان و تاجیکی گردانیده شد. کارگردان منوره عثمان، مهندس ویدیو عبدالعلیم مرادعلی، ترجمان خاوری ابوالحی. با نقش‌ها حبیب‌الله عبدالرزاق، مرتی عارف، دورخان احمدخان، دلبر عمر، ناصری حسن، ارتیق قادر، خیرالله ابراهیم، محمدی میرزاعلی، سلطان مراد بابا مراد، بهرام سیف‌الدین، ناظم ملیک، ملکه غایب و دیگران آواز دادند.
من میترسم. عزیزم مترس. مرا نمیگذارند. من خواهش میکنم. پسری کاوه آهنگر با آنهایی که به کشور خرمزمین می آیند می گویم در کشور ما خرمزمین قانونی به بحث است. به این دروازه تنها کسی می دارد که بهره به خلق آورد. دانشمند است، در هنر دست بالاست. کسی که به کارش شهرت دارد، آنکه آهنگر، شاعر، برزگر است، قدمش بالای دیده. دیگران نزدیک نشوید. بیا ما نیز برویم. دروازه های خرمزمین باز هم. من نمیروم، از دستم چیزی نمیآید. با گمانت به تو خواهم رفت. بیا، مرا بو بر من دیده میپوشم و از پست میروم. تو چه هنر داری؟ من کوزه‌گرم. شنده؟ پیداست که هنر دارد. کارش را خوب میداند. استادی هنر بوده است. آماده است. توی چی را دستی؟ بگذر. بابا تو کیستی؟ من متفکرم. میتوانی بگویی خوشبختی چیست؟ شاید اگر در آخری عمر برایت زندگی دوباره بخشند و تو چون تار آن را خواهی گذراند و دیگر نسازی، انا این خوشبختی است. تو خوشبختی؟ نه. بگذر، خواهش میکنم. تشکر. تو شکارچی؟ نشان دهم. او سربازی خوب خواهد شد. تو چی مگر نابینایی؟ نه. پس چشمانت را بگشا. تو چیکار کرده میتوانی؟ من دوست میدارم، دیگر هیچ چیز. پس هر دو به شهر درآیید. تو چه کسی؟ خطا کردی، من خوکم. ببین، اینک من پیرم. ببین، من شغالم. مترس، من گزنده نیم. اینک من بانویم. مخندید به من. مخندید، من شرم میدارم. من تنها نیرنگ بازم. کارم خنداندن و شادگردانیدن است. مترس، این تنها چوب است. نه، این شمشیر است. ببینید، شمشیری عالی است. کدام دلاور از شمشیر ترسیده است؟ مترسید، او زنده است و از اکثر شما بیش خواهد زیست اگر بخت یارش باشد. اینم من، تو بدیدی. بگذر جادوگر، این روزی خورمیز برایت در شهر کار زیاد پیدا خواهد شد. خوش باشید، خوش باشید، خوش باشید اگر توانید.
بهرام تو کجایی؟ من اینجایم. آن که تنگه برایم داد حالا نرفته است و اینجاست. نه، من او را رخصت به شهر دادم. چرا میپرسی؟ ببین او از دیار ماران آمده است. پیگیرش کن و باز بیاور. به جایم بگذر. خوش آمده دوستان. کیست؟ این سرلشکر، افسری دلاور، سرلشکر سپه سالار روخام. سپه سالار روخام؟ بله اوست. او حالا سخن میگوید. در این روز عروسی ها که رسمی دیرینی خورم زمین است، سزاوارترین از ما سخن اندرز به جوانان خواهد گفت. اینجا کاوه آمده است، بیاید پذیرا باشه. درود کاوه. دوستان گرامی، از جمع شما خوشنودم و گمانم ما دستی کم از هنرمندان، دهقانان و مادران نخواهیم داشت. ای دوستی من، عروست را رها کن و یا میترسی که کسی او را میره باید؟ شب عاشقان دراز است. دوستان جوانی من بشنوید که چی میگویم. از استخانه من که در دامن کوه است تا به اینجا راه 3 روزی است. گرد کشور میگشتم و میاندیشیدم که چه چیز او را یک پاره میسازد و بدیدم که کشور چون قطره و دریای عبارت از خانواده هاست. محض چنین از آهن و خای است فولاد پیدا میگردد. امروز خانواده های تازه بنیاد میگردند و اگر هر یکی آن کاری خود را دوست دارد و داند که بخت در کاری پاک است، اگر هر یک جفت عاشق و صادق باشد و سخت چون دوره های زنجیر است، آنگاه کشوری ما نیز شایسته می گردد و در همه دنیا تا جاویدان شهرتیار خواهد شد. ببینید پسر خورده هم فرخ پندی مرا نمیگیرد. او چشم از عروسش نوشافرین برکندن نمیتواند، هرچند همه میدانند که او زیبا نیست. شما میبینید که او بیموی فقط یک دندان دارد. پسری من نیز بد نیست. سیر را به شما میگشایم که هر دو پایش چپند. وقتی به دنیا آمد همه میگفتند که او کودک داناست، اکنون شمار انگشتان دستش را نمیداند. خود بدیدم که بوزمان را به گردونه بستنی بود. بوزی بیچاره نمیخواست. او نمیدانست که فرخ سواری بوز برای عروس رفته نیست. من جادوگری بیشورم. بچه گناه اسپایایرات از در میرانندم. کی؟ تو را میراند؟ او از دروازه شهر پیگیرم بود تو مرا با در سازد. بله رخم، این مرد از دیار ماران آمده است. قرآن به نامم زدند. من از آنجا بگریختم.
آنها مرا کشتنی بودند. باز با کجا برم؟ رخام یاری ده ببخش مرا، من میگیریم و با پایت میافتم. چگونه قرآن چی ها میگویی؟ برخیز و بگوی. چگونه؟ از آن قرآن بد خون در رگ‌ها بند میگردد. وایلا من روی مرگ را بدیدم. شاه ضحاک از عقل بیگانه گشت و حرص سیاهش از دوش به گونه دو مار بیروستند. آنها پتیارند، آنها او را تا به وسوسه آوردند، آنها سیر نمیگردند. این دو اژدر زنده و هر روز به هم پیچیده قربانی های تازه به تازه میخواهند. زبانم نمیگردد. مغز انسان خوراک آنان است. در شانه های ضحاک پیچ و خم زده پذیرایی تومهی خیشند و همه جوان مردانی ما را شاه دیوانه به مرگ ناگزیر ساخته است. دوستان، این دست امروزیانه از کی ترسیده؟ از شاه ضحاک؟ مگر نمیدانید که ضحاک قسم خورد که به خاک خرم زمین پای نخواهد گذاشت. اید را ماتم نسازید. گریه مکن، تو در ماتم نهی ترسو. بهرام بگذارش و از دنبالش برو که او به تو چون به یکی از مارانش می نگرد. چی بیباک دوستم رخام، تو از یاد برده ای که اگر آتش گاهی افروختم بسوزد عجب نیزو سوختن. عجب که به پیران سر به شاعری پرداختی. خوب مبارک باد کاوه. عجب که تو به پیران سر هوش را از دست داده ای رخام. این شعر در تنی تیغی که به برداری نوشته شده است و من برایت توفه کردم، آن را دیر باز ناخته ای. بس کاوه، فردا از ضحاک خواهیم گفت. امروز خانه باید گوست خورد و میشه را هر دو باید بخورد و به شادی فرزندان باید خمی می کهنه را تیه کرد. در این خانه من باز است، قدم به باغتر بینید. خوش آمده دوستان. بشینید برادران. درود خوش آمدند. مرا برادر با ما بنشین. ببین دوستم چه دستاویزی آورده است. تو چیزی را بدین گونه ندیده ای. ببین آبی سخت به ستبری پوست حیوان است. عجب چیزی. این را استادانم در چین ساخته آینه نام کردن. بگیر و به چشمانت ببر، دنیا را خواهی دید. هنری استادان چینی ستودنی است. ببخش برادر، دروازه شهر مرا میخواند. سرودی خیلی خوب. سرودت روح‌نواز است دخترم. پدر، برایم ساکن دیار ما را ناپسند است. او نامحرمانه چشم به عروسی برادرم میفکند. بگذار ببیند، مگر نوشافرینی من زیبا نیست؟ ببخش سپهسالار، بهترش من میروم. اگر مرا رنجاندنی برو. بگذار برود، گاهی بستن دروازه هم رسیده است، شام میرسد. به او نیز دروازه بند هست. ها
مترسید او اینجاست، تنها شما او رو نمیبینید. آفرین باد. چگونه چالاک است ها؟ مترس، این تنها چوب است. نه، این گل است. خواهش میکنم بگیر. خورش های تازه. میبینم پسرم قباد سخت کوشش ها دارد. آمد کباب تاکی همراهش مرغ بریان، همراهش مرغ بریان، مرغ بریان. خوراکی و نوشاکی در خانه ما فراوان، در خانه ما فراوان، فراوان. پزنده‌ام پزنده، پزنده ای ارزنده، شاهی پزنده هایم خورنده را من بنده. در سری خان من و تو، پخت از من خوردن از تو. انا پلو تشپیره سنبوس خیله من تو. کله شوربا مستابه تندو خوشبو ماشابه، لوله کباب پیابه جزگ نانی تابه. جان اما که قباد زنان تو رو میخوانند. اونها بیشارن؟ ها یعنی کسی نیست. بیرام مرو با خشنان. قباد مهمانان حالا که میتوانند سپاسگزاری تو اند. امروز تا به نهایت سیرند. سیرند؟ بله. دیگر خورده نمیتوانند؟ نمیتوانند. خدایا من این مغز گوارا رو با که بپزم. اونان از این چاشنیه نگرفتن. ما بچشم و من میدانم که باز میخواهی. خور خور. چی میدونی؟ باز میخواهم. باشد شود. انا او بیداریدش، ببندیدش وگرنه او ما رو تا هلاکت میخوراند. یاد داری چون به پشت پلنگ در آمدیم و به مردم بیم افکندیم، پاسبانانی شهر و ما در افتادند و چوبکاری امان کردند. از آمق 30 سال گذشت، ولی چون پوست پلنگ را ببینم دوشم با درد می آید.
رخام بگو چیزی را پای بردی؟ پای بردم که چگونه بیمناک از ما بروید. چی کوه؟ بیا رخام برویم. میخواهم که تو را سخت با چوب بزنم. ببین چی رخ داد. من و تو تمامی شهر را بترساندیم. چی؟ پاسبانان نیز رحمان نگرفتند. این چنین زنگوله شهر را میتوان ببرد که خوبی ندارد و کسی را کاری نیست. مخروش کوه، آرامی و آسایش است در شهر. ضحاک چی ضحاک؟ او قسم خورد دست داد. چی میترسی؟ تو بیاندیشی چنین بیباک نشاید بود. ولی تو گمان برتر از صراف بازاری مایی. تو یک روی تو را تدبیری چاره نمی کند. به گمانم با تو وقت را بیکار میبرم. کوه کجا می روی؟ به کوهستان خیش. آنجا آهنگرخانه هم چشم به راه است. بدرود. کوه اگر حلوای مرا نچشد جای نوختن شما را میگویم. به همه شهر میگویم. به همه میگویم. فرخ برادر بگو چاشنیه بگیرن. این شیرین ترین حلواست. اون شیرین تر از بوسه است. برو قباد مرا از برادر کشی باز دار. بین صبر کنید آخه. بیستید. این شیرین تر از صدای اندلب. شیرین تر از خلوت است. جوانانی بیاندیشه حلوا رو بروی میزی نمیگذارم. پگاه بخورید. چی بگویم قباد؟ تو بزرگترین طباخی. فروخ این چیست؟ این یادگاری نخستین بخوری ماست. مگر از یاد برده ای؟ نبردم بیست. من یاد دارم. من از کوهسار با خانه برمیگشتم. اسب رمید و من لجام رو رها کردم. ولی چرا تو ترسیدی؟
من چشمان تو را دیدم. شاید چهره من خیلی خنده‌آور بود. این چیست فروخ؟ این زمین و آسمان، خورشید و مه و اختران است که چشمان ما می‌بیند. این چیست؟ این اشک فیل است و برای دستان نازکت وزنین است. این هدیه را از هندوستان آوردم. آنجا دوستان بیش دارم. هندوستان؟ چین؟ نه، نمیگذارم فروخ. تو نمیروی. تو مرا نمیگذاری آخر. نه، هیچگاه. مگر میتوان آن را که زندگیم را خرم میسازد از خود دور کنم. بیا راسته همچو باغ بهار، سراسر پر از رنگ و بو و نگار. رخش سرخ ماننده ارغوان، جوان سال و بیدار و بختش جوان. باز بخوان. چی بخت است تو را دوست داشتن. تو دیگر مرا تنها نخواهی گذاشت فروخ. عزیزم، از این پس ما یک جا خواهیم بود. برایم زندگی با تو خرم است. مسباد من برای بخت روخام و دخترش است. آیا با او دل داده ای؟ انا من او جادوگر آمد. بگردی گلخند بیا. ما را یاد کرده. آفرین باد، آفرین. با ما بنوش. بگذار از این شاخه شمشیر سازد. نمیترسید؟ مرا بزن. از شاخت نمیترسم. خوش آمدید. مبارک باشد. خوشبخت شوید. مبارک باشد. سرفرازم. ببین چی زیباست.
بدار را بدار. سر دهید مرا. نه مرگ بهتر. بکش مرا میشنوی؟ بکش مرا. او را بگیرید. فروخ پری روی. نشافرین مترس. تاری موی از سرت نخواهد افتاد. امیدوارم میدانی چرا. قویتر بیدارم برو بیدیم برو. داشتم اکنون کلندم چون نوست. بس است. نه باش کمی. درود کاوا. درود. استاد خوب هستید؟ سپاسگزارم کاوا. چیزی رخ داده است. مرغان برا شفته آشیانشان را در آغاز بهار ماهی شکوفه تر می کنند. کیسی؟ این بهرام پسری کاوا. پسری کاوا را کشتن. کاوا کی؟ ضحاک. چگونه کشتند؟ نوجوان مردانه کسی از پس خنجر بیزده است. روخان خواهی نبود و نخواهد شد. تو خواهی نی برایت منصبی سپهسالار ضحاک. دور شو سایه‌ی بدی ضحاک. ضحاک سایه من است. بس است. خسته شدم. برو با خلق بگو. نه. برو و بگو. نه. من سرباز بودم و هستم. ای سرباز، یاد آر که زیبا دختری داری. اگر برای تو لشکریانت سلاح نگذارند، دخترت ناگزیر می باید به نزد این گوان دیوانه برود
و با یک اشارتم غلامان گوان را به شور می آورند و آنها مشتی پرتن و شوفرین را در زیر سموهایشان افسرده می سازند. اگر تو سپاهت را رای دهی و میدانم که می توانی نو شوفرین زنده می ماند و تو همه را که شایسته عقل و خدمت هایت است. من می روم. مرا اسکرانم انتظارند. نزد ما بیا رخام. دلاوران دوستانم، سپاه آنگاه می جنگد که امیدی پیروزی هست. اکنون این امید را ما نداریم. همه برج و دروازه های شهر در دست دشمن است. سلاحش خوب و سپاهش بیشتر است. چی بکنیم که در زیر نشانیم؟ چاره تنها سلاح بگذاشتن است. به خانه خود بروید، زنان شما را منتظرند. 600 اگر بمیریم به خانه ها بروید. دلیران دوستم کاوانی چنین رای بزد که زندگی را دوست می‌دارد. من تسلیم شدم. من زنده و خانم بر جاست. آخرین فرمانی من، اسکران خنجر و شمشیرها را بگذارید، چون من شمشیری خود را. تلخ از شرمندگی که سرنوشتمان بوده است. شما تنها اسکرانید. برای من تلختر است که 6 سال سپهسالار بودم. پیکار سود ندارد. به من باور کنید سپاهیان. ما به دشمن جنگیدن را نشان میدادیم، ولی من به تو سپهسالار باور دارم، اما شمشیرم را به عدو نمیدهم. تو خاموشی، خلق انتظار سخن توست کاوا. ما را به نبرد ببر، ما می جنگیم. یا دشمن را میکشیم یا خود میمیریم. نه کسی شمشیر دارد بالا کند. سلاح ما کم است. جایی که به یک شمشیر 30 دست میازد جنگیدن نشاید. درست میگویی کاوا. پس چی باید کرد؟ شاید تن بدهیم. نه مردن چون شیری ژیامبی، از زیستن چون شغالی ترسوست. آره درست میگویی. پس بردباری بگذارم در دل کوهستانیان آرام گیرد. همه را از یاد باید برد تا دمی که پیروزی به دست آوریم. کار را از امروز سر کنید. بله کاوا. به جای کلند، شمشیر و سینان. امروز سندانم مشت نمیخورد.
کاوه آهنگر امروز گوری پسرش را میکاود. بگذار من نیز با تو بروم پدر. نه، دنبال کارت باش. فرمان شاه اما گوش کنه. دو ماره که با امر خدا از کتفان شاه ضحاک رستند نیاز به خوراک دارند و این ماران یزدانی هر غذا شایسته نیست. از این به بعد هر روز با قرعه پرتایی دو جوان مغز خود را به غذای ماران میدهد. لعنت قاتلان مرگ نفرین به شما که ایستو وزیر را خواندد. این امر شاه ضحاک است. به قرعه پرتایی میپردازیم. گوش کنید مردم،
گوش کنید گوش کنید کی میخواهد که دارا باشد صاحب گنج فراوان گردد ماران شاه زیرکند و آنها طباخ ماهیر میباید آنها از غذای ناگوار روی میتابند کی از شما چنین هنر دارد مگر پول اینجا گرز است مگر زر در شهر قیمت ندارد پس طباخ نیست من سریکاوه خواهیم قاطی وی سریکاوه است خم کردی شغال ترسو نفرت زده خدا ترسو شغال ابله دوست ارجمندم این خلعت و گنج شاهانه هدیه به توست خواهیم که تو زمین میبردارد بی ناموس شغال ترسو ابله بی نامد گم چی کار کردی؟ ترسوی بیناموس از این زینه بسیاری ها گذشتند ولی پلید چون تو باری نخستین میگذرد تو خواهیم پلید باز چنین کردی سخنانت پرده پوشند شاهی من برا بگویی تو خوب میفهمی من از آوازه هایت میگویم میخواهی تا که من مسخره مردم باشم شاهی به مغز او مغز جوان را بخورد یعنی در سرش چیزی نیست با تو فرمان کرده بودم که این را آوازه نکنی در دوش من مار نیست مار نیست ولی تو امر کردی که تصویر آنها را در سکه های کشورت بزنند این پیش بود حالا با آن ضرورت نیست همه کشوری خورم زمین سر به پایم گذاشتند کسی یارای چشم شدن ندارد فقط تنها را فرود آوردند ولی اندیشه ها را چی شاهم کی میداند که این تنهای فرودین چی اندیشه های در سر دارند عرابه های جنگی من تنها را پایکوب میکنند و مردگان نمی اندیشند ماران را با دیگر نمی پروریم رای تو انجام یافت به هر حال شاهم از این گزیری نیست تو بزرگ و توانایی تو هر کار را میکنی ولی به هر حال تو آنها را میپروری زیرا فرمانت را در میدان به گوش خلق رسانیدند تخم هراس در اندیشه ها کاشته شد تحمل شاهم و آن حاصل خوب میدهد زیرا ترس روح آدم را میشکند کوشش ایستادگری را میرباید آن تواناتر از عرابه هاست تواناتر از همه چیز امروز نخستین قربانیان پیشکش ماران میگردند شاه ضحاک برایتان امکان دیدن آن را میدهد همه ببینید الهو چشمت کل شود هلاکت باد ای نازنین کاکلت راز را بگیر تا من به عمر در بندشان نپیچم من تو را با اون هلاک میکنم را ده به قبال ریزای شرناک مغزی آدم درست که هیچ ماره نیست خوباد تو آدمی دانایی برادرم ولی سری هست که تو نیز نمیدانی ببینید
من خبری بد آوردم نوشافرین. قرعه مرگ به نام فرخ افتاد. دریغ چاره نیست. پگاه او میمیرد. حتی مرگ او را از من نمیره باید. باور دارم، ولی شاید عروسی موت را تسکین بدهد. آن پس از 2 روز است. اون هیچگاه نمی شود. اگر پدرت امر بکند. پدرم جنگاور است، نه خائن است. آره او جنگاور است. او جنگاور است، بله حتی سپهسالار. او این منصب عالی شاه ضحاک را امروز پذیرفت. دروغ میگویی. برو از اینجا. مر. مترس، من میروم تا زود برگردم. تو به این دیوار گوش دی. از آن همه چیز شنواست. فرخ عزیزی من، تو به نزد کعبه می روی تا او این مراجعت نامه را بپذیرد. تو نرخی خود را یاد داری. آن گران است. بگو چیست؟ این رخام است برادران، ببینید او زنده. به خانه من بیا دوستم. اوه شیرم کاوه، خاکستری دمت نمی رسد که به سرهایمان بی پاشیم. با چی یارم که غم خیش را بسنجم؟ من خود گناهگارم. تو گفتی و من گوش ندادم کاوه. من نیز رخامم بیگامی باعث از شهر نمی رفتم. اوه کو شهرهای ما به دستی دشمنانند. با دلاوران ما چی رخ داد؟ فرزندانمان غلامند. کجا شد آن همه که افتخار داشتیم کاوه؟ همه چیز را چون مادر فرزندش را پروریدیم. آرام شو، مگر سپهسالار روزی نبرد میگیرد. آن چی را که من دیدم، آن وحشت را که گناهگارش خودی منم، نمیتوانم چشم بپوشم. آرام شو، بنشین. تو اینجا باش، من حالا مای میارم. نه بیش کاوه، من باید به تو بگویم. بگو. من همه را نگفتم. بیا صاحب، پگاه میگویی؟ ایش کاوه، سینه‌ام را به شمشیر بدر. رخم با تو چه رخ داده است؟ پیش تو رو من چنین ندیدم. نه نگوی من سزاواری مرگم. تو دیگر شده ای؟ دیگر شدم، من وجود ندارم. کاوه، مگر میتواند رخام ننگین و بشرف بزید؟ مرا نفهمیدی. منظورم در چند روز پیر شده ای، آژنگ تازه بر رویت دویده است. نه،
نه کاوا، من نه این را میگویم. بگو آخر چی غم میدهدت؟ من میگویم که مردگان رفتند ولی زندگان اینجایند. به مردگان احترام گذاشته شد. زندگان به سلاح چگونه بجنگند؟ ضحاک جاهل و تواناست، حضورتر از ماست. لشکرش آزموده و سلاحش مکملتر است. او همه را نیست میکند. پسرت قبا دریافت که ره به کجا میبرد. من او را در دربار ضحاک دیدم. یعنی اون نزد ضحاک است؟ نزد ضحاک است. شاید باز چیزی بگویی. بخوان و امضا گذار. چیزی را نمیبینم. چشمم سیاهی میزند. تو خود این را بخوان. ساکنان خرم زمین بشنوید. غضب را بگذارید و تن بدهید. ما سخت خطا کردیم. شاه ضحاک دشمن خرم زمین نیست. او با انصاف و خیرتمند است و کشوری شکوفان ما خراب میگردد اگر کار خیرش را نپذیریم. بگذار بدی همیشه در زیری پناه او نیست گردد. بگذار دلهای شما هم دیاران خرم باشد. این آخرش است. تا همش را خوانده؟ بله، و من امینم که نجات ما در این است. تو امضا گذاشتی؟ بله کاوا. رو با دل نفرینت باد. تو سالیان دوست نزدیکم بودی، ولی اگر تو باز زنده می شدی من تو را باز می کشتم. آرمیده بهرام، من چگونه بزیم؟ فرخ من سزایش را می پاید. پسری سومم مرا شرمنده کرد. قباد کشبند کهنم، اگر شرار دمی آهنگری
تو را نسوزاند بگذار اشکم تو را بسوزاند. کی میگوید؟ چگونه دیگر بزیم مگر تو ای آسمان زمین؟ کی میگوید که اکنون من چه خیل بزیم؟ و اینجا بیشتابه اوتاش دختار برادران یاری ده توتن و این طرف راه آب باشه. خواجه من روخم کجاست؟ راه دهید. راه او گوشته است. گوشته باشم شیر جاهلی به نظیر. او با کاوا بود. کاوا کجاست؟ در خانه کسی نیست. کاوا کجایی؟ کاوای ما کجاست؟ کاوا کجاست؟ مرا ببخش بهرام، اشک من این دم ضعیفی است. او نیست و مهمانی کشته در خونهش خوابیده است. آنها دو تن به خانه در آمدند و یکی از آنون مرده است. بگذار زنده جواب مرده را بگوید. او را بجوید. کاوا تو کجایی؟ کاوا تو کجایی؟ کاوا دریغو من سپاسوانی دلیل رو بیمک را نزد شما آوردم. اکنون او کشته خواب است که ما را با جنگ دشمن خواهد برد. شاید کسی او را با حسد کشته است، زیرا خلق با آمدنش شاد بود. من چیزی رو نمیدونم. خواجه این نکوی من کجاست؟ شما همه دیدید او با کاوا به خانه در آمد. اینک خواجه من کشته شمشیر است ولی کاوا نیست. من کسی رو گمان نمیبرم. من تنها میپرسم بگویید کجاست کاوا؟ پدرم فرستاد که بپرسم چی رخ داده است. ما با او کاوا را دیدیم که گریان میگذشت. چرا خاموشید؟ مگر نمیفهمید که او پنهان شده است؟ قاتل به کوه رفته است. جاهلی دریغا قیمتی من گران از دخترم زندگی.
مگر عمر قیمتر از ناموس است پدر؟ چی کار کردی؟ من تو را نمیشنوم دخترم. چی کار کردی پدر جان؟ تو چی کار کردی؟ من تو را نمیشنوم دخترم. این چیست؟ خواب یا بیداری؟ نه، وقت ایستاده است. کیست؟ دختر و یا بیوه، زن و یا عروس؟ مگر مرگ را بخونم؟ نه چی بکنم؟ مرا بیاموز عشق من. بیستت. کاوه کجا بودی؟ بگوی. حالا میگویم. با پسرم رای زدم. تو روخام را کشتی؟ آره. دور شو. تو عمرش را گرفتی. پیش راه آخرتش را مگیر. زمین پدرانمان را مالاید. روخام سزاوارش نیست. مرگ به خاطر مهمان و دوست. بکشید او را. این آواز کیست؟ من میشناسم. چرا اکنون دوستانم به من باور ندارند؟ خب برادران، از من داد بستانید. خیلی خوب، ولی کوشش فریفتنمان مکن، مگر نه مرده فاشت میسازد. او اینجاست و همه را میداند. نزدیک آید. بگذار مرده نیز از داوران باشد. ای که در پله داد ایستاده ای، بگوی چرا دوست و مهمان خود را بکشتی؟
زیرا او خائن مردم بود و با امر ضحاک اینجا بیامد. دروغ رخام پناه به کوهستان آورد و خواست تا شما را به جنگ ضحاک ببرد. مگر این خائنی است؟ رخام نزدمان چون دشمن قتال آمد، کمربندی 13 سالاری داشت و مهر ضحاک در دسته شمشیرش بود. نامه دعوت و تسلیم را با خود آورده بود. رخام با ما نشان ده. من بدریدمش. چرا؟ از غضب بدریدم. شاید پرهاش در خانه سوختن بجوییم. باشش. او میگوید که رخام به نزد ما چون قاصد از ضحاک آمده است. گویا سپهسالار رخام نامه شرمنده‌وار از ضحاک آورده است ولی آن را چون دلیل نمی آورد. پس این همه خزیان و بهتان است. نه، این راست است. کیستی دلاوری جوان؟ نوشافرینم. دختری رخام. دختری رخام؟ تو دختری رخامی؟ چرا با پدرت چنین نامهربانی؟ او خائن است. نفرینم از آن است که خرم زمین را به دشمن بفروخت. شنیدم که از او پرسیدند در شکست دوستانت یاری خواهی داد. او گفت خواهم داد. و باز شنیدم که گفتند میدانی که به بهای این کار چی خواهی داد؟ گفت زندگی را. و من آن دم خود را به پدر خواندم، هرچند پدرم حالا زنده بود. او پدرم نیست. قسم میخورم که تا آخرین قطره خون می جنگم و گناهایش را می شویم. حسن، نوشافرین حسن. برادران عزیز، من دستان دلاوری را می بایستم که خون او را ریخته است. مرگ با او، مرگ. اسیران کجایند؟ میری من در شهر کسی نیست. آن خالی میری من چون کفی دست است. مگر بمردند؟ خانه رفتند. با کجا رفتند؟ بگوی. با کوه کاوان ها را به کوهستان برد. نفرین به تو. بگذار دشمن چون آتش آید، ما دیوار می شویم. به سرش چون کوه باره چون یرج خواهیم بزد. به پیش دلاوران. فدر کجاست؟ جنگ آورانی کاوه را کشت. دروغ است. این دروغ است. دروغ. برویم از اینجا. با این کشور ما جنگیدن نمیتوانیم. آن با ما در کار نیست. در کار نیست.
مگر صدای زنگوله ها رو نمیشنوید؟ چرا درنگ دارید؟ بشتابید. بگذار این شهر بسوزد. برایت شهری نو میسازم تا باز دشمن این شهر را نسوزد. ما میکوبیمش. برو سرم و خدا را سلاحت خجسته بود. با پیش بیشتابه دوستان. اکنون هر لحظه غنیمت است. آره کوا. پلنگی نپوش با منای. با چشم پدر. ای برادران بیشتابه. آنها از دره سیاه گریختنی اند ولی رود به ما یاری میرساند. آره کوا آره راست. بیشتابه حالا ثانی از سال است. آره کوا. از ما نخواهم گریخت. آنها با گردونه هایم. آنها سوارم و پیاده ایم در نمیابیم. در میابیم. ببینید رود کمک میکند. تو صدای سومی از پا رو میشنوی کوا. ما آنها را در میابیم. زورقهایمان از آنها میگذرند. بیشتابه من دره را میبندم تا کسی نگریزد. چرا مرد میجوی؟ نوشافری خود را حفظ کن. برای کی خود را حفظ کنم؟ با پیش گذار. پدر احتیاط. خونمون به همان میخت. تو اکنون پسری منی. تو نترسیدی. تو در پهلوی من جنگیدی. من راهشان را ببندم تا کسی از زمینی ما زنده نگریزد.
بمیر خجسته ضحاک بمرد. پدر شما با کجا؟ باید ماره را بکشم که خود باعث زادنش هستم. بته؟ او نیست. بجوید. او اینجاست. انا وای. بیست پدر حالا میگویم. تو از ما میروی ماری زهراگین. پدر یک حرف نه زیاد. بیست. آنجا را کابل. برونای. چنگر دوستم برادرم بیرون آیید. پدر فروخ نوشافرین تو هم نوشافرین با کشتنی من آمدی؟ سپر و خنجر را کی بر زنت پرتافت؟ زنها گوش کن پدر، از اول چنین پنداشتم که اگر مورانی بیچاره گرفتار مغز ضحاکند بیگمان مغز گوسفند لذیذتر خواهد بود. بعد دریافتم که اصلا مور نیست، این هنگامه است و بس. کاوا 1000 سال دیزی. هیچگاه دشمن در زمینی ما نمی پاید. از این پس بگذار دیار آزادی ما زنده و جاوید بماند. زنده باد روز پیروزی همگانه. چوی نامور نامه آمد ببون، زمن روی کشور شود پر سخن. هر آن کس که دارد هوش و رای و دین، پس از مرگ بر من کند آفرین. با کجا سفر داری پیر خیرت؟ به توس. با وطن فردوسی؟ تو را دیده ای؟ شاعری بزرگی ما چگونه است؟ شاعر بگونه همه آدمان، چون شما جوان، چون تو دوستم، چون من نیز هست. پایان فیلم.